پیغمبر خدای یتیم در سر زانود بشنان، سرش سیله کن، گو قلب نرم می شود. او صحابه آمد همی کار کرد. یتیمی را که انسان در سر زانوش میشنانه، یتیمی را خرسند میسازه، الله به عزت و جلالش قسم یاد کرده که ای بنده تا اگر یتیمی وقتا ایزا بکت الیتیم میگه اهتز عرش رحمانه، وقتا یتیم که گریه میکرده عرش رحمان میلرزیده. خال به عزتی و جلالی، خدا به عزت و جلالش قسم میخورده یتیم کی تر خرسند بسازه که من در روز قیامت خرسندش بسازم؟ کیای یا یتیم خرسند ساختن، یا بیوزن خرسند ساختن، یا کمبغل دست گرفتن، این کاری هر کس نیست. او کاری از کسی هست که ای جانش میگذره، ای هستیش میگذره، ای دارایش میگذره. انسان تا از هستیش نگذره به حق نمیرسد. آن کس به مقصد میرسد که از جان بگذرد. ای جانت میگذره که به حق میرسی. اسماعیل علیه السلام حضرت ابراهیم گفت اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. در 13 سالگیش اسماعیل گفت که اسماعیل جان من خواب دیدم که ترا من قربانیت میکنم، چی گفتنی داری؟ حضرت اسماعیل 13 سال داشت، به یگان طریق استخاره، به یگان فکر گو یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدون انشاءالله من الصابرین. ای پدر جان افسوس که یک جان دارم، 1000 جان می داشتم قربانی الله میکردمش. نگاه کنی حضرت ابراهیم یک روح تازه در وجودش پیدا شد. از زبان اسماعیل صدای می آید که عاقلانه است. میگه من یک جان دارم پدر جان، 1000 جان نداشتم قربانی الله میکردمش. یا ابتی افعل ما تؤمر، میگه پدر جان خی فرمانی الله را اجرا کن، تقصیری نکن در فرمانی الله. ببینید وقتا که ابراهیم علیه السلام قرارش میته، میگه برای کفن آوردی برای وقتی که من قربانی میکنی؟ میگه متاسفانه من، میگه چی؟ کفن آورده. میگه متاسفانه. میگه اگر این لباس سفیدی من بکش. حضرت اسماعیل علیه السلام میگه لباس سفیدی من بکش و خون من آلوده نشوه. وقتی که تو من قربانی میکنی به همین لباس سفیدم من کفن تکفینم کنم، من گور کن. میگه وقتا لباس کشیدم، لباس حضرت اسماعیل علیه السلام 13 سال داره، این جوانی 13 ساله را لباس که ابراهیم علیه السلام مسافر 86 سالگی 86 سالگیش دیافتگی حضرت اسماعیل علیه السلام لباس کشید. گفت پدر جان خیلی مرا نکش که شاید که محبتی پدری فرزندی غلبه کنه و تو در فرمان خدا تقصیری کنی. گفت مرا به پیشانی بگذار، مرا به پیشانی بگذار، مرا به پیشانی بگذار. فلما اسلم، وقتا که تسلیم شدن او را گذاشت به پیشانی. وقتا حضرت ابراهیم علیه السلام نگاهش کرد اسماعیل علیه السلام و به پیشانی گذاشتش. فلما اسلم و تله للجبین، و به پیشانی گذاشتش، به پیشانی گذاشتش. و قال نادای اجانی پروردگار یا ابراهیم قد صدقت رویا کرد. دو صدق یعنی خواب تا چی تایید کردی، تو خوابی که دیدی تحقیقش کردی، عملش کردی. نگاه کنید صداقت ابراهیم مسافر 86 ساله اسماعیل در راه خدا پیدا میکنه. انسان برای خدا نباشه این کار کردن نمیتونه. حسین مالی کاشفی میگه که آن کس که تو را شناخت جان را چی کند، فرزند و عیال و خانمان را چی کند، دیوانش کنی و هر دو جهانش بخشی، دیوانه ای تو هر دو جهان را چی کند. حضرت ابراهیم علیه السلام ای جانش گذشت در 16 سالگی، خدا با جانش انتقامش گرفت. ای 16 سالگیش ای انتقام گذشت. وقتی با فرزندش انتقامش گرفت با فرزندش هم سربلندانه گذشت. ما را اگر با یک کسلی انتقام میگیره ایمو گذشته نمیتونیم. رحمی برادران عزیز،
این زندگی امتحان است. ما را به صحتی و زندگی و ممات امتحان میگیرن. کدام ما یکم عمل صالحی را میکنیم یا یکم کار خوبی را انجام میدیم. همین برادران عزیز زندگی را از مردان بیاموزیم که او مردها چی؟ هستیشون الله بود، مالشون از آن الله بود، جانهاشون فدای الله بود. برای همین در زندگیتون یک کاری کنین که انسان در روز قیامت دستگیرش میگه تو میری و احسانت نمیرد. یک انسان اگر بمیرم اما خوبیاش نمیمیرد تا قیامت. مردم میگه خدا رحمتش کنه نامته بود، خدا رحمتش کنه اون کاری خوب داشت، این کارهای خیر داشت، آب می آورد، ایک میکرد، مردم تا میداد. برای همین شاعر گفته تو میری و احسانت نمیرد، به تنگی های محشر دست گیرد. در روز قیامت با همون خوبیات دستی تنه میگیره. فهمیدی؟ روز قیامت کسی نیست که یک کس ولا یسأل حمیم حمیما میگه خدا دوستان جانی همدیگر را نمیپرسن. برای چی روزی سخته؟ روزی سخته. برای همین در زندگیتون چیزی دارین خدمت کنین. پیغمبر خدا میگه فرزند آدم مال میگوی سه قسم مال است، یا میخریش یا لباس میپوشی یا صدقش میکنی. او سیمش که هست با جانو که در گلوت بیار بگوی لی فلانی لی فلانی ای فلانی دیگه مرید. حمیدی و پیغمبر خدا گو مال خطونه دوست میدارن یا مال دیگران را؟ سن صحابه را گو مال خطونه دوست میدارن یا مال دیگران را؟ صحابه گفتن البته مال خطونه دوست میداریم یا رسول الله. گو مال خطونه همایی که به دست خطون خیرش کردن هم مال شما ہے. مال دیگران همایی که به دست دیگران میغلطه موضوع میراث میگیرن. یک مثال بیارم، من یک شخص در کویت گفتم، من یک بار دیگه میرا تکرار کردم، میمرش 85 میلیون دلار برای بچه‌هاش میراث میمونه، برای 4 تا بچه‌اش. 4 تا بچه‌اش در بگم 4 تا بچه داشته 85 میلیون دلار میراث میمونه. با فریاد من عالما را میگن که بیاین اگه مردم تقسیم کنه برای این بچه‌هاش، خیلی 4 تا بچه را 20 میلیونی میتر 80 میلیون با 5 میلیون دیگه شمی قپن. عالما میگن خیلی که خدا در دل بچه‌هاش میدوزه در فلان جای مسجد نیست برای مردم مسجد میسازه. و میگه که خیلی که 80 میلیون رو تقسیم کنیم 5 میلیون دیگه شه برای فلان جو مسجد نمیرسه. کی بچه‌هاش میگه اگر برای پدرمون میشید در کار میشید خودش میکن، این پولی ما همین است بودم ما بین ما تقسیمش کن. برای در همین زندگیتون چیزی دارین بکرین به امیدش که نشین اوی با من چیلم کنن سالم کنن کارت کنن دیگر با بلاد کنن دیگر چی باید نداره تا اون مرده خیر بخیر چه میکنن. در همین زندگی بکن، در همین زندگی بکن. ولی اخیل آدم حالی به همه دیگه که بچه شیره میکنه حالی بچه حالی اکر میکنه که در دست خدا نمیکنی اکو با سگرهای در تو پول گیری با میکنه. بسیار آدم ها ما دیدیم که ماشیناشون در تای خود بچه هاشون دیگه یک دیگه موزیکا موندگی دیگه نم پدر فرمود پدر دونم آدم پروردگار برادرم حاجی جلال ما را شما را سبب جمعیتی ما و شما شدن و این محفلی که ما نشستگیم این محفلی است که ما و شما را الله یادآوری کرده. محفل افتخاری است، با کمی ما نظر نمیکنه خدا، با همون صفتی ما نظر میکنه، با قلب های ما نظر میکنه. ما در یک حالت قرار داریم که این محفل افتخار الله و یفتح له ابواب السما، خدا درهای آسمان هم میکشاید که همین خیل بندگان کوچکی من در خانه بابای فلانی در بابای حاجی جلال جمع شدن همینجا به یاد من هستند. برای همین برادران عزیز این محفل افتخاری ده خدا یکایک ما و شما را نامگذاری میکنه، با نام پدرهامون با نام خدامون یادآوری میکنه. پروردگار یکایک ما و شما را همون کسانی که در این محفل خیر میشینن خدا میگفته همه اینا را مغفرت کردم. با یک ملائکه با تاریخ سال میگفته است که آخیاتش مقصدش امر معروف نبود، همین خوردن بود، آمد خورد میره دیگه آخی. با خدا میگفته همه اهل سعادت هم نشیناش من بدبخت نمیخیزونم. خدا هممون اهل سعادت قرار بده. برادرمون حاجی جلال پروردگار در کسب و کار و عمر و جان و زن و فرزند خاندانش برکت عطا کنه. این حقیقت را پروردگار و این دادر ما را فرزند بگردونه که الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة العیون وجعلنا للمتقین اماما را پروردگار براش نصیب بگردونه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عباس گفتن
اللهم فقیه فی دین بگردانش و علیم فی تعویل نصیبش بکن برحمتک یا رب. نکاح که گذاشت ما وقتی که ما نکاح میکنیم وقتی که میبینیم فرزندایی که به دنیا میآید اون لذتش دیگره. یک آدمی که از راه غیب میاره فرزند میبره فرزندش میبینیم دیگه چی مصرها میپرداید. راه حلال راه حلاله. راه حلال یعنی چی؟ راه درست. اینا نگاه کنیم نگاه میگه هذه سنن ربانیتون خیر البشریه فمن تمسک بها سلم و فاز و من اعرض عنها هلک و خسر. این سنت ربانیه. کسی به این چنگ بزنه سلامت میمونه، سربلند میموشه. این اوز همین جوان هم ببینیم با سری بلند به خونه چی حضرت ایشون آمده گل با سری بلند. اگر با غیر نکاح میومد این خیلی آمده نمیتونست. نگاه کنین شما سنت چخیله وقتی که میگه هذه سنن ربانیتون خیر للبشریه فمن تمسک بها سلم و فاز. هر کسی به این چنگ بزنه سلامت میمونه. یوزی ببینید کسانی بابای هستیم 21 و 20 نگاه کنیم تمام دنیا را تا 40 میلیون مردم این کسان مبتلا هست. اوزی نگاه کن وقتی که به ایران میآید برای درست میاد و سلامتی میروه. کم آدمی که نوزا میلا آدمای زیناکارن که در کسالای مبتلا نشن در این کسالای اسپید مبتلا نشن. یعنی کسی برای نکاح میروه در سلامتی هست و فاز میگه سربلند ای آدم. و سری بلند چی؟ به اون خانه همون دختردار میروه. جوان هم میبینی که همه خیلی شعری خداواره اومده سای خاندانم چه خرسند ای میبینم میگه این جوان تر و تازه ای کجا آمده واردی خانه؟ برای اسلام آمده ای، برای قرآن آمده ای، برای رضای الله آمده ای، برای رضای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده ای. واردی چی؟ واردی خانه. میگه من تمسک بها سلم و فاز و من اعرض عنها هلک و خسر. هر کس از نکاح رو بگردانه هلاک میشوه، زیان دیدگی ای. از زندگی زیان میبینه. از زندگی چی؟ زیان میبینه. برای اگر نگاه کنیم نکاح یک چیزی است که ما و شما را جمع کردگی ای. ما و شما را چی؟ جمع میکنه. چی جمع میکنه ما و شما؟ اسلام ما و شما را جمع میکنه. ما و شما را چی جمع کرده میتونه؟ بغیر اسلام میگم کسی جمع کرده که نمیشوه. بغیر ایمانش کرده جمع کرده نمیشوه. مسجدها دایش که فریاد نمیکنه کسی که ای بیا وقتی نماز که میاد ایمانش اومده که به مسجد میبره. او جواره که میبره به مسجد ایمانش میبرش. هیچ که اوجا بردش نمیتونه. اسلام میبرش او را. میبینی جوانی تر تازه همین خیل دستاش بستگی پیش الله عشق میرزانه. این کی است؟ این جوان ایمان است، مجسمه ایمان است. ببینید صلاح الدین ایوبی را من یک مثال برای جوانان میارم. وقتی که بیت المقدس محاصره کرد، بیت المقدس محاصره کرد چخیلی گازیر بیت المقدس در دست یهودی است. وقتی که صلاح الدین ایوبی این جوان تر و تازه جوان مجسمه پر از ایمان نیروی ایمان قطعی برآمد. وقتی که بیت المقدس محاصره کرد، وقتی که گنرال یهود برایش مکتوب نویسان ای صلاح الدین ایوبی توی راهی را انتخاب کردگی در این کم انسان ها کامیاب شدگیان و لاگو که من یعنی چنان مبارزه میبرم این محاصرت از ما بین میبرم و شکست میتیم نوزم لاگو میرم قبر پیغمبر تمیکنم در مدینه استخوانهای پوسیده شا از درون قبر میبرارم. این گنرال یهود این وقت چه گفت؟ صلاح الدین ایوبی که مکتوب از دستش رسید گفت سلام یا رسول الله، سلام من بر تو تا من زنده یم. اینها را دست درازی به سوی تو کردن نمیتونن اینا. ولی من انتخاب این ایمت اسلامی از اینا میگیرم. وقتا که بیت المقدس محاصره کرد تمامش شکست داد، گنرال قپید گفت که اگر قسم به الله به من توهین میکردی بخشیدت میتونستم. دیگه به یک کسی توهین کردی که خدا میگه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر برای مؤمنا از جانهاشون ده، از مالهاشون ده، از فرزندهاشون ده، ای هستیشون ده قیمتر ای. قسم به الله گو بخشیدت نمیتونم. تو قبر پیغمبری ما را میکابی، استخوانی او را میبراری. او گنرال و قتل رسانی
صلاح الدین ایوبی جوانی بود که تر تازه بود. جوانان همه کار انجام میتین. جوانی که تر تازه، عبادتش دیگره، عبادت جوان دیگره، عبادت مصبح دیگره. برای همین عبدالرحمن میگه، عبدالرحمن جامی میگه در جوانیت سعی کن گر بی خلل بخواهی عمل، میوه بی نقصان بود چون از درختی نوبر. درختی نوبر 3 تا یا 4 تا میبنده چه؟ تر تازه. مصبح چی دی؟ مانندی درختی است که پیر شده. درختی پیر شده میوهش نه یعنی چی است؟ یعنی ضعیفه. برای همین برادران عزیز من شما را گفتنیم که در زندگی ما باید ما و شما جوانی را غنیمت بدانیم. جوانی هم یک نعمتی است که برای ما و شما والاترین نعمت چیه؟ جوانیه که باید ما این جوانیمون در زندگیمون غنیمت بدانیم که این جوانی هم یکی از نعمت‌های الهیه که در دست ما جوانان دادگیه. جوانان، این جوانان یک نیروی هستند که این جوانان هر کاری کرده میتونن. برای اگر در هر تاریخ اسلام ببینیم جوانان فاتحان بودن. امروز جوانان چیه؟ جوانان را ببینیم فاتحان دولت‌های اگر ببینیم اگر اسپانیا را که جوان فتح میکنه، استانبول امروز را محمد ابن فاتح فتح میکنه. چرا امروز جوانان ما را بی غیرت کردن، نرکمن کردن، دیسکمن کردن، خانه ویران کردن، عروس را میارن متاسفانه میبرنش به آبهای دیده. برای چی؟ جوان میگه دیسکمن بده بابای مولا یا نرکمن بده. برای جوانان خطونه بخپین. این زمان حذر از عصر نو، عصر فساد است. علاجش مسلمان در اتحاد است. امروز مسلمانان باید متحد شوند، باید بدانند که نیزت و عزت و آبرو شرف ما و شما در اسلام ایمان است. برای همین جوانان زندگی را ما از مانند صلاح الدین ایوبی و جوانانی که آنها پرچمبردار اسلام بدن، اگر ببینیم محمد ابن فاتح تا استانبول که هست نام محمد ابن فاتح هست. اولین باره که وارد می شود گینرال همون زمان میآید پیشش میاره. به وقتا که دنیا را در پیش محمد ابن فاتح میمانه. این جوانی تر تازه میگه این چی است؟ میگه من برای تو هدیه آوردم. میگه من هدیه ای را قبول ندارم. من هدیه ای که من الله داده ای همه هدیه بالاترین هدیه ایمان ای. ای همه هدیه بالاترین برای ما و شما هدیه ایمان ای. هر جایی که ایمان ای اوجا آبرو عزت ای. خدا چی میگه؟ العزت لله ولی رسول ولی المؤمنین ای. مؤمنان عزیزن. همون زنه که ایمان نداشته باشه شوهرش عزیز احترام نمیکنه. عزت در چی ای؟ در همون ایمان ای. همون پدر همون شوهرم که باشه ایمان که داره دختر این خانه را که میبره باید چی باید فکر کنه؟ باید که جای چند نفری را پر کنه که همین جوان جای پدر را باید پر کنه، جای مادر را پر کنه، جای برادر را پر کنه. برای چی؟ این دختر همه اینا را خیر خوش میکنه. این جوان انتخاب میکنه. وقتا او دختر به او خانه میروه جای باید پدر جوان پر کنه. میگیره در آغوش بگیره این زنه بگه این جوان این دختر همه دارایی تر کردی، پدر مادر تا گذاشتی به خانه من آمدی. تو می احتیاج داری که من چنان مهره کنم که همه این جای اینا را خالگی یا آنها را پر کنم و پری آنها را باید پر کنه. خالی باید نمانه. باید جوان همی که باید اندیشه کنه. یا زن پیغمبر خدا گفتن خیر النساء امرأة اذا نظرت الیها سرتک اذا امرتها اطاعتک اذا خفت عنها حفظتک فی مالک و نفسک. گو پیغمبر خدا بهترین زن گو همه زنی است که گو پیغمبر شوهر به سویش نگاه میکنه او را خرسندش میسازه، به استقبال شوهرش میآید. وقتا که شوهر از کار میبراید این جوان از کار که میبراید مانده و خسته شده است به خانهش که وارد میشود زنی با ایمانش مقابلش میآید. شوهر جان چه زحمتی برای ما کشیدی، چه عذابهای کشیدی. پیشواش میبراید او رو مهربانانه وارد خانهش میکنه. پیغمبر خدا گفتن بهترین زن همان زنی است که شهوتش خرسند میسازه. شوهر که نگاهش کنه در چهره‌های زن خرسندی را میبینه.
ایزا وقتا که در غایب شوهرش آبروی شوهرش محافظت میکنه یعنی شوهرش میداند که این آبروی شوهر آبروی هست که باید ایره در زمین نماله. این شوهری است که برای امروز تا بیگانه را عرق جبین رزانده است. برای کی؟ برای زن و فرزندش. خدای نکردن بسیار زنهایی هستند امروز که میبینیم شوهراشون خیانت کردن، لیکن خیانتشون امروز رسواشون کردگیه. والله که این الله ذاتی هست که کسی نباشه جا و جاش میکند. گمان نکنید شما خداوند این چیزا را ندیده است، همه را دیده ایستاده ای و همه حالت باید ما و شما چی همیشه ایستادگری کنیم، در هر کاری میکنیم باید اندیشه کنیم. گفتم این جوان باید جای پدر و مادر، جای برادر، جای همه را پر کند و این زن هم که باشه پیغمبر خدا گفتم بهترین زن همون زنی است که شوهر نگاهش کنه و را خرسند میسازه، امرش کنه چه اطاعت بجا میاره، در غریبی شوهرش چه او را محافظتش میکنه. برای همین برادران عزیز اینجا اکای دوملو هستن، من میخوام که با رشته سخن به اکای دوملو میتیم و جوانانی که در اینجا هستن. او حضرت اقبال میگن نوجوانی را که بینم به ادب، روز من تاریک میگرده چه شب، تابوت در سینه افزاید مرا، یاد علی مصطفی آید مرا. جوانان زمان پیغمبر قداشون یک وجه بود، لیکن همت آنها داشتن، غیرت آنها داشتن. دنیا امروز در پیش آنها قایل است. جوانان ما باید پیروی که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشند. جوانان ما باید الگوشون، زندگیشون، برنامهشون، هستیشون روانه به سوی حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشد. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه میگه خدا. برای شما در زندگی الگوی زندگیتون چی باشه؟ محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشه. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یگان تا گوشت را میاد در دستش میگیریم، اول در دهان حضرت عایشه مادرمون میمون، از همون جای گزیدگی حضرت عایشه مادرمون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگزیدن. یگان شیر را می آوردنش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه مادرمون روانه میکردن، همون جایی که میشه همون جای نوشیدگی حضرت عایشه مادرمون چی پیغمبر در حولیش مسابقه میکردن قطع حضرت عایشه مادرمون. میگه که از حضرت عایشه مادرمون میگه من وقتی که پیغمبر یاش گوشون که کلان مقصد که جوان بودن، پیغمبر در مسابقه از من میگذشتن و آخر بعد پیغمبر اکرم از پیغمبر در مسابقه من میگذشتن. پیغمبر خدا میگه ای عایشه او برنامه و ای برنامه برامشه. برای همین در زندگی باید ما زندگی و عاشرهونه بالمعروف خدا میگه. در زندگیتون با زناتون معامله خوب، زندگی خوب، رفتار خوب، گفتار خوب، که بعدی کم جدای یکی خدا نکنه مرد جدامونم که کرد همون زنه کم بعدی ما بگه که خدا رحمتش کنه. خوب آدمی خوبه، خوب آدمی بده که جاش خالی بیاوده. حیات در دست ما نیست، حیات و ممات همش در دستی الله هست. یکی شما خواهش میکنم در زندگیتون به مردم، به خلق، به زن، به فرزند، به جامعه مهربان باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید.